بریم این ویدیو رو با هم ببینیم؟ باید کاری کنی که زنها هم سیگار بکشن، چون اینطوری ما نصف مشتریامون رو از دست دادیم. سیگار کشیدن برای مردا نماد قدرته، همون چیزی که زنها به صورت ناخودآگاه میخوان بهش برسن. پس اگه میخوای رفتارشون عوض بشه، باید معنی سیگار رو براشون عوض کنی. به این تکنیک میگن ریفرینگ. برنیز اسم سیگار رو گذاشت تورچز آف فریدم، مشعل آزادی، و یک رژه اعتراضی ساختگی ساخت. چند تا زن شیک‌پوش رو استخدام کرد و به روزنامه‌نگارا هم خبر داد که زنان مبارز برای شکستن تابو قرار وسط رژه مشعل آزادی رو روشن کنن. به این حرکت امروز میگن سودو ایونت. بعد از این کمپین تعداد زنای سیگاری از 5% به 33% افزایش پیدا کرد. اومدم در مورد تاثیر نظام‌های سیاسی روی انتخاب‌هامون گفتم. در نهایت اومدن کامنت گذاشتن چپول. اگه بشینی فکر کنی به این نتیجه میرسی هممون به نوعی فروشنده ایم. هر کسی یه کالایی یه خدماتی رو میخواد بفروشه. میخوام بهت بگم که هنوزم همون روش‌های قدیمی تأثیر گذاشتن روی عموم برای فروش کالا داره تدریس و اجرا میشه. این آقا هم یکی از مدرسین و اجرا کننده های حرفه‌ایش بود. واقعیت اینه که مقصر خودمون هم هستیم. اگه کسی بیاد خیلی ساده بگه بیا این میکروفون رو بخریم مزایا رو داره، اهمیت نمیدیم. کمپین فروش بزنه پول تو حسابشه. اون پسری که خیلی صاف و ساده میاد میگه من مثلا از شما خوشم اومده، میگیم چقدر مثلا نوبه. و اون پسری که بلده 1000 تا ترفند بزنه و خودشو پرزنت کنه و احتمالا خریدارای خیلی زیادتری هم داره، اون برنده است.